السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره غاشیه این سوره مکی هست و آیاتهاش 26 آیات هست. بسیار آیات های کوتاه دارد اما مضمونش بسیار بگیم که مضمونی پره دارد و مضمونی طولانی دارد. اما الان ما انشاءالله تحت لفظی فقط ترجمه میکنیم، نمیخوایم دراز بکشد، کوشش میکنیم کوتاه باشد و معناهاش واضح باشد انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. در همین تا همین جا که هست قیامت و احوالی که کفار در قیامت دوچار می شوند. الله پاک می فرماید که هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا آمد تو را حدیث گفته به معنی خبر، غاشیه همون قیامتی که فرا میگیرد، فراگیرنده. وجوه یومئذ خاشعه، رویها همون روز، یومئذ گفته همون روز قیامت خاشعه هستند، یعنی که خار و ذلیل یا اینکه پایین شکسته. عاملة ناصبه، کلمه عاملتون گفته یعنی که تلاش کننده و بسیار عمل کننده، مشقت و هر رنجی میکشند اما اون عملهاشون قبول نیست چون که از موافق اسلام نیست. در اینجا بعضی مفسرین میگه در قیامت همیقه کوشش میگه از دوزخ ببروین، فکر کوهی دوزخ تا میبروین، در دوزخ کوه‌های هستن که از آتش دوزخ هستن، بالا اون میبروین، با از اونجا با میبروین دیگری کوهش رو فکر میکردن و میخواستن که از دوزخ برایم اما برآمده نمیتونن. ناصبه گفته در رنج، دوچار زحمت و مشقت و خستگی هستند. ناصبه یعنی که اینجا بعضی مفسرین میگن که همین کفاری که غیر اسلام هستند آنها در دنیا فکر میکنن عبادت کردن، مشقت میکشن اما خسته شونده هستند اما قبول نیست آنها. تصلا نارا حامیه، تصلا به معنی که میدرویند داخل میشوند آتشی سوزان رو. نار آتش میشه، حامیه بسیار گرمی سوزان میگن. تسقا من عین آنیه، نوشانده میشوند از چشمه آنیه. آنیه گفته بسیار گرم میگن. لیس لهم طعام الا من ضریع، برای همون دوزختی ها کافرها نیست طعام میگد برای همون ها مگر از ضریع هست. ضریع یک نمود گیاه هست، بسیار خاردار هست. اون اگر یک لقمه همون دوزختی در دنیا اگر بچکد میگه، بافتد میگه، در تحت همین آیت که تمام دنیا زرد شده، خشک شده، تلخ میشود. لا یسمین ولا یغنی من جوع. وقتی که کافرها فهمیدن در اونجا خیلی ضریع هست، خارهایی که بگیم که گیاهای خاردار هستن، گفتن مذاقتی، گفتن که اگر که ما اونو بخوریم خیلی که شترهای ما میخورن فربه میشن، ما رو میخوریم فربه میشیم. مثلا مذاق کردن که الله پاک گفت که لا یسمین، اون انسان فربه نمیسازد، ولا یغنی، اون بی نیاز هم نمیسازد، من جوع، از گرسنگی. یعنی که اون بخوری تو نه سیر میشوی و نه گرسنگی تو را چی میکند، نه تو را فربه میکند و گرسنگی تو را بند نمیکند. اون وجوه یومئذ ناعمه، انا که در اینجا کرده از این آیاتی بگیم هشتم شروع میکند، انسان های اهل نعمت جنتی ها را میگد. وجوه یومئذ ناعمه، روی ها هستن همون روز که روی ها هستن یومئذ روز قیامت در نظر دارد. ناعمه یعنی که بسیار دارای نعمت و لذت هستند در جنت. لسعیها راضیه، برای کوشش همون بگیم کارهاشون، همون نفس که کوشش کرده از در دنیا راضی هست. فی جنت عالیه، در جنتی بلند مرتبه هست. در وصف جنت دراز هست اما اینجا کوتاه میگیریم. لا تسمع فیها لاغیه، در اون جنت وقت انسان میدروید نمیشنود. لاغیه گفته دشنام، گبهای بیهوده،
گپای مثلا تهمتی این چیزها یکم اذیتی نمیشنود. لاغیه گپی بیهوده و دشنام و گپهایی که انسان اذیت میدهد این چیزها در جنت نیست است. فیها عین جاریه، در جنت چشمه های روان هست. فیها سرر مرفوعه، در آن جنت سرور گفته تخت های بلند هست، مرفوعه بلند. و اکواب موضوعه، اکواب گفته قدح ها، هم بگه هم پیاله های یعنی که استکان های موضوعه گذاشته شدگی. و نمارق مصفوفه، و نمارق گفته بالشت های مصفوفه که صف به ترتیب گذاشتگی شدگی است. یعنی در قصرهای جنتی ها همین خیلی بالشت ها صف گذاشتگی هستند. در هر جایی که میخواد مثلا که در تکیه میزند و خواب میکند و یگان مشکلی نیست. و زرابی مبثوثه، زرابی گفته و معنای خمان قالین یا که پلس میگیم، همین خیلی زرابی گفته فرش های مبثوثه گفته پهن کرده شدگی. اون قالین های جنت اگر در اونجا اگر انسان اگر خودش رو مثل بو پرتواد میخیل بگه که من در همینجا خواب میگه خودش رو بو پرتواد میگه، اگر از جاش نخیزد اگر همون خیلی ملایمی هست است که تا 20 سال جمیدن میگیرد، اون بسیار ملایمی بسیار غفص است. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، انا که اینجا قدرتش الله پاک بیان میکند، میگه پس آیا نظر نمیکنید شما؟ نظر نمیکنن، یعنی که هم کافی ها رو گفته است یا که مسلمان ها همش در نظر دارن که نظر نمیکنن الى الابل بسوشتر کیف خلقت، چه خلق شدگی است. یک نفر بگه چه خلق شدگی است، یعنی که در همین سفینه صحراش میگن کشتی صحرا یک آب میخواد تا 40 روز صبر میکند که تا اون طرفی صحرا رفته میرسد میخیل یک آب خوردگیش قطعی. دیگر کس در چنگ در شمال هم نه ایستاده رفتن میگیرد. این قدرت الهی است. و الى السماء کیف رفعت، نظر نمیکنه به سوی آسمان که چقدر بلند کرده شدگی هست. ولی الجبال کیف نصبت، و نظر نمیکند به سوی جبال که کیف نصبت چقدر چه خیلی استوار و ثابت گردانده شدگی است. و الى الارض کیف سطحت، آیا نظر نمیکند به سوی زمین چه خیلی سطحت گفته پهن کرده شدگی هست، پهنی هموار شدگی است. در دانش میگد که فذکر انما انت مذکر، فذکر گفته پند بده، به ذکر بیار آنها را. انما انت، هر آینه تو چی هستی؟ مذکر، پند دهنده هستی، آنها را به ذکر آورنده هستی. آنها را بگو، قبول کردن نکردن آنها روز قیامت این خیلی حالت هستند. اگر قبول کردن قبول نکردن در دوزخ هستند، قبول نکردن در دوزخ هستند، قبول کردن در جنت هستند. لست علیهم بمسیطر، نیستی تو بر بالای آنها. نبی صلی الله علیه و آله است لست، نیستی تو علیهم بر بالای همونها بمسیطر، نه که مسیطر گفته مسلط نیستی، وابسته نیستی که آنها را باید آنها را غمگین شای برای اونها که ایمان نیاوردن. گفته الا من تولى و کفر، مگر همون نفرهایی که تولی رو گردون و کفر و کافر شدن، فیعذبه الله العذاب الاکبر، پس عذاب میدید آنها را الله عذابی کلان را، اکبر گفته بسیار بزرگ. ان الینا ایابهم، بیشک الینا بسوی ما، ایابهم گفته بازگشت آنها، برگشت آنها به سوی ما است. نکی ثم الینا، بیشک به سوی ما است برگشت و بازگشت آنها. ثم ان علینا حسابهم، بعد از آن بیشک بر بالای ما است حساب آنها، یعنی که آنها حساب و برگشت و هر کاری که نمیکنن آنها برمیگردن. ای محمد صلی الله علیه و سلم تو یگان پروایی نکن، یگان غمگین نشو. آنها حساب کتاب آنها و هر چیزی که نباشد، چه عذاب باشد چه راحت باشد، اون بر ما هست. اگر قبول کردن نعمت جنت قصرها، اگر کفر کردن و قبول نکردن آنها جاهاشون دوزخ است و طعامشون چی است؟ ضریع هست. ضریع بسیار طعام بیزیب هست. وقتی که میگه فرو میبرد از دوزختی ها فرو نمیرفت است، وقتی میخورم میگه نمیتوند، در همین گلونی هم قرتق هم روز گرفته و میسوزوند از پسش برآمده میافتد، یعنی که دل و جگری اون بگیم تمام بطن اون به زمین ریخته رفتن میگیرد، اون دوزختی خودش با چشم خودش میبیند. الله پاک نگهبان باشه همه ما و شما را از این عذاب و الله پاک هم شما سلامت نگهبان باشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا.